این جانور مهمانها را احترام نمی‌کرده است. ببینید که او با مهمان چیکار کرد. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال نکتاب. با کانال ما ابونش در زنگوله را پخش کنید. یا لایک دیگر و نوار امروزه خود را سر می‌کنیم. رفتیم. چطوره که می‌بینید این سگ هم یک جانور بی‌ادب بوده است و گربه باشد به این کاری او زود جواب داد. از هفته همین ویدیو معلوم می‌شود دوستان عزیز که این مرد با این پلنگ دوستانی کهنه اند، زیرا او از پلنگ تماما نمی‌ترسد. در این نوار نوبتی می‌بینیم که این مرد گوسفندان را می‌خرید، نه به خاطر به دست آوردن آنها، بلکه او پرنده‌ها را خریده آنها را آزاد می‌کرد. بسیار مردی مهربان و نرمدل بوده است. به خاطر او در این نوار لایک می‌گذاریم و نوار را دوام می‌دهیم. راننده خواست ماشین را به حرکت درآورد اما بی‌احتیاطی کرد و سببکاری صدمه بزرگی شد. هوشیاری این نهنگ را بینید که او ماهی را همچون تهمت در نزدیکی پرندگان قرار داد تا آنها را شکار کند. این مرد از بیماری رنج میبرد که خود را زیاد بیدار نگاه داشتن نمیتواند. ممکن است که او ناگهان در هر جای به خوابی سخت فرو رود. این پرنده خیلی هوشیار به نظر می رسد برای آنکه او می تواند بازیچه ها را از جایهای مناسبشان به قوطی اندازد. آفرین به او خردکک. می درخشد. بینید چگونه چشمان این حشره در تاریکی می درخشد. این ماشین بر بالای سنگ در مانده است. نه به قفا حرکت کرده می تواند و نه به پیش. بجای او میشد شما دوستان عزیز چیکار میکرده یا به این راننده چی توصیه میدادید؟ این دختر در بلندی خیلی زیاد به زمین پرید. آفرین به دل پرقوت این دختر که توانست از این گونه بلندی به پایان نگاه کند و حتی از آنجا به پایان پرد. این خرگوش خیلی باادب به نظر می رسد. صاحبش فکر کرد که خرگوش با مویهای او فقط بازی میکند، اما این جانور کم کم شوخ هم بوده است. آفرین به این راننده مهربان. او تریلیبوس را نگاه داشت فقط تنها به خاطر که گربه از راه گذرد. تصور کنید که دوستان عزیز شما با ماشین در گردش قرار دارید، به یگان قاعده شکنی گذشته ایستاده اید که ناگاه یک ماشین پیدا می شود و با سرعتی بلند به شما بر می خورد. شما با این گونه راننده چیکار میکردید؟ معلوم است که این دختر خیلی سروسیمه است. دیدن سروسیمگی او انسان را به خنده می آورد. حتما شما نوارهایی را دیدید که گویا در آن مخلوقات عجیب یافت شدند. ببینید که چگونه آنها را ساخته مردم را فریب میدهند. حتما این مرد همراه دوستش تمساح یگان مناسبت مهمی را جشن گرفته ایستاده‌اند. ببینید که چگونه با یکدیگر رقصیده خرسندی میکنند. این موتورسیکل سوار را بینید که به چه کاری خطرناک دست میزند. به فکر شما چرا بعضی تا این اندازه حیات خود را زیر خطر قرار میدهند؟ چی آنها را به این کار وادار میکرده باشد؟ در کامنت‌ها نویسید. این کیتی از این جثه که در قفس افتاده است خیلی عصبی است. او میخواهد که قفس را شکسته به شناوران رسد که در بیرون قفسند. همین که جانور از قفس آزاد شد زود به طرف فیل شتافت و شاید میخواست به او هجوم کند، اما بیچاره زورش نرسید. این دختران را بینید که چگونه بر بالای همدیگر ایستادند. حتی خود را در این حالت خیلی خوب نگاه داشته میتوانند. حقا که آنها سزاوار داخل شدن به کتاب رکوردهای گینس هستند. شما چه فکر دارید دوستان عزیز؟ در نگاه اول تصور میکنیم که چهره مرد است که به چشمانش عینک گذاشته است، اما اگر کمی دقت دهیم این یک مرد است که با سری تراشیده که عینک را بر قفای سرش گذاشته است. این راننده یا خیلی سروسیمه بود و یا قاعده های حرکت را خوب نمیدونست، اما به هر حال درسی فراموش نشونده گرفت. راننده نوبتی باشد شاید میخواست که خودنمایی کند، اما با این کارش خود را به مشکلی بزرگ گرفتار کرد. حمد به حد آن خدای پاک را، آن که جان بخشیده مشت خاک را. برادرایی که بسیار برای ریش میپرسیده که یگان چی هستک یا کی نه، برادرها بله هستک. برای ریش در ما شامپون هستک، مخصوص شامپونی که ریشه مستحکم میکنه، ریشش ملایمش میکنه و ریشه با میبره، تیز میبره، دراز میشوه. و همچنین کریمش هست که ریش نمیشه که ریشه کدوم سنی که بخوای همونسو تاوش میته، یعنی که رژش میکنی با باوری کامل میتونی زکاس کنی. اینها سبب خدا شفا فرما هم راز شما.